داشتیم میگفتیم جنایتکار جنگی نمیاد زیر بارون و توی سرما بیسته. جنایتکار جنگی تو اون ساختمانای گرم و نرم میشینه. جنایتکار جنگی صدراعظم فعلی هلنده که نیروی نظامیش الان همین امروز در اروزگان داره مردم بی‌دفاع و غیر مسلح افغان رو میکشه. جنایتکار جنگی صدراعظم قبلی هلنده که سال 1995 در سربنیسا در یک روز 10,000 نفر رو کشتن داد. جنایتکار جنگی اونه. جنایتکار جنگی صدراعظم‌های قبلی هلند هستند که برای خارج اندونزی 4 جزیره اندونزی رو قصد عام کردن. اونا هستن جنایتکار جنگی، نه مردمی که اینجا یک ماه زیر بارون و توی سرما برای حق اقامتشون ایستادن. این مردم حق خودشونو خواهند گرفت، چون میدونین که اتحاد و مقاومت ضامن پیروزی ماست. با اتحاد و مقاومت امپریالیست‌های بزرگتر از امپریالیست هلند عقب نشینی کردن. اینا هم عقب نشینی میکنن. فقط باید به مبارزه‌مون ادامه بدیم. به خاطر همین اگر مهاجری رو معاشش رو قطع کردن، معاش خودمون رو باهاش قسمت میکنیم. اگر مهاجری رو مسکنش رو ازش گرفتن، در مسکن خودمون بهش جا میدیم. اگر مهاجری رو تحت پلیس قرار دادن، مخفیش میکنیم. اگر مهاجری رو خواستن سوار هواپیما بکنن، میدان هوایی ارتیفا رو اشغال میکنیم و اجازه نمیدیم حتی یک هواپیما بلند بشه. ما میتونیم این کارا رو بکنیم به شرط اینکه متحد باشیم و به مبارزه‌مون ادامه بدیم. متشکرم.